خب سلام هم دوستای انسوجای عزیزم. میخوایم یه مورد بررسی کنیم. اعصابم ندارم، کلم گیریه. میریم که این مورد رو ببینیم. میگه که اسم اکانتش هم تو خدا چی بگم الان این MC امیر نمیدونم V1.3 تخمی تر از این نمیتونست اسم اکانت انتخاب کنه، ولی خب توییتش بد نیست. میگه جوری که 99% ملت شریف کسکش و قرمساق ایران میرن توالت‌های عمومی و بین‌رایی. ببین تو رو خدا واقعا این وضع همینه دیگه، دقیقاً همین جوریه. یعنی یه سوراخ مشخص اونجا هست، این کسکشا نمیرن اونجا برینن، همه جا را گوهی میکنن، میشاشن میرن جز اونجایی که باید. پنگوئن استوایی میگه به خدا مدرسه ها از کلاس 6 باید آموزش دستشویی رفتن رو بذارن که مردم یاد بگیرن. بعد شیطان رجیم میگه که برام سوال این، خب جنده خانم تو که رفتی اونجا به جای سنگ دستشویی چرا نمیرینی همونجا کاسکش؟ اگه چند سن فاصله است آخه. هی خدا. اشکام میگه که خب ظاهرا که غیر از ایران هم همچین خوب رعایت نمیکنن. مکان تجربه بری به MC امیر V1.3 میگه که تو ایران به طرز تخماتی تری رعایت نمیکنن. توی بیازار هم میگه دقیقا برای منم سواله چطوری دستشویی میکنن به همه جا میپاشه جز اون جایی که باید. کیرم دهنتون آخه. رفتی دستشویی برین همونجا دیگه، آقا بشین همونجا دوتا پاتو بذار برین همون وسط. انقدر سخته؟ یعنی این هم انقدر سخته؟ پرنسس تیابینی میگه برام عجیبه خانواده‌شون چه حیواناتی ریدن زمین که اینا هم میرینن زمین. یعنی کلم بد کیریه امشب. مهندس مهدی واقعا برام سواله، تو تا خود توالت خودتو نگه داشتی کثافت، چی میشه که میری اون گوشه میری؟ آخه چجوری اصلا میتونی اون گوشه تنظیم کنی اون کونه لعنتی تو؟ وقتی یه چاه و 2 جای پا مثل انسان وسط گذاشتن، باز چرا اینجوری ریدی؟ چرا شاشیدی؟ چرا آب نگرفتیش کثافت؟ تمام اینا بی نتیجه در طویل زاده بودن داره دیگه. خودت متوجه شو منظورم چیه دیگه. طویل زاده بودن خودت متوجه شو. غزلی که قصیده شد میگه سوال من اینه چطور گوه به سقف و دیوار چسبید آخه؟ یعنی مثلا طرف موقع ریدن هلیکوپتری میزده، مثلا منفجر شده، چطوری به سقف ریده آخه؟ کثافت. مثلا آدم برین دیگه، آب بکش. آب که قطع نیست، اونجا آب هست. The Whitest of Wizard پروفال میگه بچه من یه چیزی فهمیدم، یه چیزی کشف کرد. میگه یه بار این انوهایی که جفت سنگ میرینن رو دیدم. یه بچه 3 ساله ریز بود که مادرش وایساده بود این بچه کسکش برینه. آخرش هم شستش همون توپاله رو رها کردن و رفتن. یعنی انقدر بی فرهنگ و بی شعورن ملت. دوفنشمیرتز میگه که یادم یه بار تو مدرسه خارکسته جلو در ریده بود. کثافت. داخل دستشویی هم نه، قشنگ جلو در. کیرم دهنت. خب صاف برین، قشنگ برین تو توالت، تو چاه. یعنی اینو با اینا آموزش ندادن؟ موزل جهانی کنار خیابون هم میگه این کارو میکنن. قصه‌گو میگه اوضاع مدیریت کشورم همینجا ریدن. احمد میگه اوضاع خیلی خیته. شوکا میگه دستشویی خوابگاه فرشتگان 6 قدرت کون ماشاءالله. چقدر نفرت داره روشنفکرای غرب زده. ریا میگه ننه بابای خرشون میگه یادشون نمیدن پشت سر خودشون آب بریزن که هر کی بعد از اونا میاد یا محتویات معده و روده گوه اینا رو نبینه. بعد میگن آمار ازدواج کم شده. خب به تخمم که کم شده. ما لاشی بی فرنگی مصرف کنه پوفیوز چه خاصیتی برای دنیا داریم؟ اون زاد و ولد هم بکنین زیادم میشین کثافت گوه سگ. ایسوفیلیا میگه متاسفم برای تجربه تلخ تو، مگر بنده اگر توالت عمومی استفاده خب به تخمم که استفاده نکردی. شما لاکچری زاده خفن. شما خوب، ما انی. اصلا شما خوب. سپنتا میگه دستشوی پمپ بنزین در واقع بدتره. سپنتا مثل خیلی این دستشوی پمپ بنزین هم رفته. کیرم تو کله اونایی که یعنی اینجوری مثل سگ میرینن تو در و دیوار. خب قشنگ مثل آدم بشین، انتو بکن، بشور کن، تو بشور، گم شو برو بیرون. اعصاب منم کیری نکن، کله منم کیری نکن.
با هشتگ انسوجه میتونین منو به این توییت های هرسترا رو تخمه بیارین تا یه خورده خودم خالی کنم، این کلمو کیری نکنم.